سلام دوستای عزیزیم، امید است که جور صحت سلامت باشین. دوستا امروز اومدیم که براتون به نحوی کشیدن درست امپول یا پیچکاری رو براتون به معرفی بگیرم. خیلی خوب دوستا، همراهی کنین تا آخر ببینین که چطور میتونیم که یک امپول و پیچکاری خود به صورت منظم و درستش و تیپی به صورت تیپی رو بتونیم تطبیق کنیم. خب در اول دوستا ما اینجا یک امپول سفیکسیم یک انتیبیوتیک داریم اینجا که 500 میلی گرم دوا هست و این را در 5 سیاب مقطر دایلیت میکنیم. خب دوستان عزیزم، حالا امپول ما که قبلا آماده شده در 5 سیاب مقطر دایلیت شده، قاطی شده که از این ما نظر به وزن مریض خود که هر کیلوگرم وزن یک نوزاد که برش در هر کیلو وزنش 50 میلی گرم دوا باید بدیم که این نوزاد ما 1200 کیلوگرم وزن داره و ما برش 50.2 میلی گرم دوا باید تطبیق کنیم. خب دوستا، سرنج خود از قسمت باز میکنیم. اگر دستکش داشته باشیم خیلی خوب است. خب فعلا آموزش هست، فقط میخوایم براتون آموزش بدم. اول دوستا میبینیم که سرنج ما کاملا منظم است، درست است و کارکردش خوب است، خراب نیست. یعنی خب از این قسمت که بیشتر سرنج ها سست می باشه، این را باید محکم بسته کنیم و همچنان آمپول خود میکشیم. در آمپول باید بالا گرفته شود و از تماس در داخل آمپول در شیشه خودداری کنیم، به خاطر که اگر مثلا بخوایم در دیگه تطبیقات برای ادولت یا کلان سالا را در نظر بگیریم که اگر در قیمه ازلی باشه و نباید که سرنج ما کند شود به خاطر. خب فعلا ما 50 میلی گرم دوا میکشیم. خب 50.2 میلی گرم. خب بعدا دوستا قبل از اینکه هوا کشی کنیم باید دفعتا امی سر سرنج خود را باید بسته کنیم به خاطر جلوگیری از انتقال انتانات به داخل سرنج. خب این را هوا کشی میکنیم تا از تشکیل امبولی در داخل رگ‌ها جلوگیری صورت بگیرد دوستا. خب این هم امپول و کشیدن درسته امپول. تشکر دوستا، حمایت کنین، لایک کنین، سابسکرایب کنین.